سلام دوستان. وظیفه اساسی گرده ها تازه کردن خون از زهرهایی است که در بدن جمع می شوند. یکی از معمول ترین بیماری های گرده این بیماری سنگ گرده است، اما اکثری وقت این عضو ارزشمند به ویرانشوی سر می کند. هرچند طبابت خوب است، اما بهتر آن است که این بیماری را پیشگیری کنیم. در این ویدیو من به شما درباره آن عادت‌ها و خطاگی‌های حیاتی که به گرده‌های ما ضرر می‌رسانند نقل می‌کنم. گرده‌ها واقعاً به نهایت عضو ضروری بدن هستند، زیرا آنها برای بی‌ضرر کردن خون ما از زهرها مسئولند و ما در این باره حتی فکر هم نمی‌کنیم تا زمانی که دردش را نفهمیم. و بسیار عادت‌های روزمره ما می‌تواند که به گرده‌هایمان ضرری کلان رساند. مثلا یکی از عادت‌های بدی که دیده می‌شود خواهش به حاجتخانه رفتن را منع کردن است. وقتی طول مدت طولانی پیشاب را نگه دارید، این کار به انکشاف بیماری‌های گرده آورده می‌رساند که این علاقه به ویرانشوی عمومی مبادله آب و الکترولیت‌ها در بدن می‌رسد. برای همین توصیه در اینجا فقط یکی است. وقتی خواهش به حاجتخانه رفتن پیدا می‌شود، پس حتما آن را منع نکرده به حاجتخانه روید. عادت نوبتی که برای گرده های ما خیلی ضررآور است، از حد زیاد استعمال سفیده است و ما در این باره عموما فکر نمی کنیم که مقدار زیادی آن ضررآور است. مخصوصا وقتی که سخن درباره یگان نمودی پرهیز می رود یا مثلا دیتولوژ ها مصلحت می دهند که برای از دست دادن چربی بدن باید سفیده زیاد استعمال کنید. اما استعمال زیادی سفیده هم برای گرده و هم برای جگر خطرناک است، چون که ما میدانیم که سفیده ها با واسطه گرده از ارگانیسم خارج می شوند. یعنی اگر ما سفیده زیاد خوریم، پس بار گرده ها را زیاد می کنیم. همچنین باعث پیشرفت بیماری سنگ گرده می شویم. برای همین با سفیده ها احتیاط شوید. قبلا چنین توصیه می دادند که برای هر کیلوگرم وزن بدن باید 2-3 گرم سفیده استعمال شود. یعنی اگر شما 60 کیلوگرم وزن دارید، باید 120-180 گرم سفیده استعمال کنید. اما حالا توصیه ها کاهش داده شدند. حالا شما برای 1 کیلوگرم وزن بدن 1 گرم سفیده استعمال میکنید. اما اگر ورزشکار باشید و به طور دائمی به ورزش مشغولید، پس میتوانید برای هر 1 کیلوگرم وزن بدن 1.5-2 گرم سفیده استعمال کنید. نه کم نه زیاد، چون که زیادی آن فایده ندارد، اما خیلی ضررآور است. چیزی دیگری که گرده های ما را ویران میکند استعمال برزیادی نمک است. البته ما همه خوب میدانیم که نمک را مرگ سفید میگویند. نمک زیاد بد است، بنابراین کم کردن آن ضرور است. سازمان جهانی تندرستی توصیه می‌دهد که نه بیشتر از 4 گرم نمک استعمال کنیم. البته کمتر از آن هم بهتر است. هرچند استعمال نمک از طرز حیاتی ما وابسته است و کم کردن آن دشوار است، چون که نمک در همه جا و در همه خوراک علاوه کرده می‌شود. باید علاوه کنم که نمک نه تنها به گرده ها بلکه به سیستم دل و رگ‌های خونگرد نیز ضرری کلان دارد. مسئله دیگری که برای گرده های ما منفی است، رعایت نکردن نظام آبنوشی است. برای سلامتی گرده ها شما باید آب نوشید. بدن باید مقدار کافی آب را قبول کند. ناوابسته از آن که آن چای است، قهوه است و یا افشرده میوه، آب به هر صورت باید به بدن داخل شود و توازن آن را در بدن نگاه داشتن لازم است. ضرر نوبتی گرده ها این خنکی است. گرده ها خنکی و سرما را دوست نمی دارند. بنابراین در مکانهای نمناک و خنک نشستن خطرناک است. در سرما، در بیرون و یا در درون آب سرد بودن هم خیلی خطر جدی به گرده ها می آورد. همچنین استفاده داروهای بی درد کننده برای گرده ها ضرر دارد. مخصوصا این داروها برای کسانی که علاقه بیماری گرده را دارند توصیه داده نمی شود، چون که داروهای سینتتیکی هم به گرده ها و هم به تمام بدن ضرری منفی می رسانند و استفاده دراز مدتی آن به ناکامی گرده آورده می رساند. با فکرم برای همه ما معلوم است که نوشاکی و اسپریتی به گرده ها چه تأثیری بدی می رسانند. به همین خاطر در این ویدیو درباره نوشاکی و اسپریتی قید نکردم، چون که این به همه معلوم است. مورد جالب دیگر این که تماکو کشی هم به گرده ها تاثیر منفی دارد. بله، نه تنها به شش ها بلکه به گرده نیز ضررآور است. با اندیشه بسیاری طبیبان تماکو کشی از جهت تاثیر ضررآور به گرده قریب که جای اول را اشغال می‌کند. گرده که وظیفه برابر در این تکسین ها را اجرا می‌کند، از همین سبب تماکو کشی بار گرده را زیاد می‌کند. این چنین سوء استفاده از حد زیادی قهوه و نه تنها قهوه بلکه کافئین ترکیبی آن میتواند به گرده ها ضررآور باشد. کافئین در ترکیب چای سبز و چای سیاه هم موجود است، اما چای سبز نظر به چای سیاه بیشتر کافئین دارد. مخصوصا در چای سبز قوی کافئین خیلی زیاد است.
همچنین در قهوه و لوبیای کاکائو نیز موجود است که همه این بار گران گرده را زیاد می‌کنند. درباره طرز حیات به فعالیت جسمانی باید علاوه قید کنم. ورزش نه تنها به سیستم دل و رگ‌های خونگرد بلکه به گرده ها نیز تاثیر مثبت دارد و نبودن مشق جسمانی به رکود خون آوردن می‌رساند که به همه عضوها تاثیر منفی دارد. این در حالی است که هر گونه فعالیت جسمانی تأمینات خون را به عضوهای داخلی بهتر می‌کند و در کل به بدن سلامتی می‌بخشد.